اما خبری بشنوید از بهترین های سینمایی ایران در دهه 80. ماهنامه صنعت سینما در ویژه‌نامه شماره 100 خود که نگاهی است مفصل به سینمای ایران در دهه 1380 خورشیدی با نظرخواهی از 130 منتقد و نویسنده سینمایی بهترین های سینمایی کشورمان را در بخش‌های مختلف بین سالهای 80 تا 90 خورشیدی معرفی کرد. در این انتخاب فیلم به رنگ ارغوان ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا در جایگاه دهم قرار گرفت و به ترتیب فیلم‌های خانه روی آب ساخته بهمن فرمانآرا، کاغذ بیخط اثر ناصر تقوایی، شب‌های روشن به کارگردانی فرزاد معتمد، خیلی دور خیلی نزدیک کاری از سید رضا میرکریمی، بوتیک ساخته حمید نعمت الله، میهمان مامان کاری از داریوش مهرجویی، نفس عمیق ساخته پرویز شهبازی و 2 فیلم چهارشنبه سوری و درباره الی هر دو ساخته فیلمساز خوب کشورمان در رتبه‌های 9 تا اول قرار گرفتند. در ادامه این رأیگیری از 130 نویسنده و منتقد سینمایی کشورمان که به همت ماهنامه صنعت سینما انجام پذیرفت، 10 کارگردان برتر دهه 80 به ترتیب از اول تا دهم به این ترتیب انتخاب شدند. اصغر فرهادی به عنوان بهترین کارگردان در دهه اخیر و در ادامه داریوش مهرجویی، رضا میرکریمی، بهرام بیضایی، ابراهیم حاتمی‌کیا، جعفر پناهی، رخشان بنی اعتماد، ناصر تقوایی، مجید مجیدی و بهمن فرمانآرا قرار گرفتند. اما بشنوید از بهترین بازیگران زن در دهه اخیر و به انتخاب 130 نویسنده و منتقد سینمایی ایران. در رتبه اول ترانه علی دوستی و در ادامه به ترتیب گلشیفته فراهانی، هدیه تهرانی، مریلا زارعی، پانتا بهرام، لیلا حاتمی، فاطمه معتمداریا، نگار جواهریان، رویا تیموریان و گوهر خیراندیش قرار دارند. و در مورد بهترین بازیگران مرد باید به عرضتون برسونم که به ترتیب از شماره اول نام‌هایی چون رضا کیانیان، حمید فرخ نژاد، پرویز پرستویی، زنده یاد خسرو شکیبایی، حامد بهداد، شهاب حسینی، بهرام رادان، محمد رضا فروتن، صابر ابر و مسعود رایگان قرار دارند. برای اطلاع از تمامی بخش‌های سینمایی و انتخاب بهترین‌های دهه 80 می توانید به صفحه برنامه کروزآپ به روی فیسبوک مراجعه نمایید. کروزآپ ایرانیان سینما در روی صفحه فیسبوک. آغاز دادگاه جعفر پناهی. پس از ماه‌ها که از دستگیری و آزادی مشروط جعفر پناهی کارگردان سرشناس ایرانی می‌گذرد، سرانجام روز یکشنبه 16 آبان ماه دادگاه وی برگزار و فیلمساز بین‌المللی سینما ایران به دفاع از خود پرداخت. وی با بیان اینکه به جرم ساخت فیلمی که حتی 30% آن هم فیلم برداری نشده و دستگیر شده و راهی زندان شدم افزود: به گمان من، بازداشت من و همکارانم در حین فیلم برداری هجوم صاحبان قدرت بر همه اهل فرهنگ و هنر و سینمای کشور است و قدرت نمایی به این معنا که هر که از ما نیست و مثل ما فکر نمی کند محکوم است می باشد. ترویج شیوه های اغتشاش و اعتراض، امضای بیانیه موسوم به 37 فیلمساز ایرانی در مورد نگرانی از آینده کشور، مصاحبه با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، ساخت فیلم بدون مجوز و حضور در تجمعات اعتراضی از جمله اتهاماتی است که به فیلمساز صاحب نام کشورمان وارد شده است. جعفر پناهی در بخشی از دفاع خود گفت: با بازداشت و محاکمه من، نه تنها من فیلمساز که سینما را به عنصر سیاسی تبدیل کرده اید. این تنها محکمه من نیست، محکمه هنر و هنرمندان این کشور است. لازم به ذکر است این کارگردان خوب کشورمان با فیلم‌های چون بادکنک سفید، دایره و آفساید برنده جوایزی چون شیر طلایی ونیز، خرس نقره برلین و دوربین طلایی کن شده بود، در حالی که اکثر فیلم‌های وی در کشور اجازه نمایش نگرفتند و به مدت 5 سال هم امکان ساخت فیلم در ایران را نداشتند. برای خواندن خبر کامل می توانید به سایت BBC فارسی و یا صفحه کروزآپ به روی فیسبوک مراجعه نمایید. برنامه کروزآپ آرزوی سلامتی و حل و فصل مشکلات به وجود آمده برای جعفر پناهی عزیز را دارد.
کیش هم صاحب جشنواره بین المللی می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اولین جشنواره بین المللی فیلم کیش از 4 تا 8 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 24 تا 28 آپریل سال 2011 میلادی در این جزیره برگزار خواهد شد. محمد خزائی دبیر نخستین جشنواره بین المللی فیلم کیش با اعلام این خبر افزود: این جشنواره با شعار میراث مشترک و آینده مشترک و با هدف حمایت از آثار برتر و رویکرد به فرهنگ ملی و بومی برگزار خواهد شد. خزائی بخش‌های جشنواره فیلم کیش را به این شرح اعلام کرد: بخش خلیج فارس یا مسابقه سینمای ایران، بخش حکیم ابن سینا یا مسابقه سینمای بین الملل، بخش‌های مسابقه‌های مختلف در مناطق آزاد، فیلمنامه نویسی و فیلم‌های 262 ثانیه‌ای. وی ابراز امیدواری کرد که جشنواره بین المللی فیلم کیش به یکی از اتفاقات مهم سینمایی منطقه و آسیا مبدل گردد. اما بشنوید خبری از پروژه جنجالی پایان نامه. در هفته‌های گذشته خبر از ساخت فیلم سینمایی پایان نامه، کاری از حامد کلاهداری که با موضوع اتفاقات پس از انتخاب میپردازد، به روی صفحه خبرگزاری ها قرار گرفت و اعلام شد لیلا عطادی، بازیگر زیبای سینما و تلویزیون، در نقش ندا آقا سلطان بازی خواهد کرد. لازم به ذکر است که در جریان تجمعات اعتراضی مردم ایران در سال گذشته، ندا آقا سلطان یکی از شهروندان عزیز کشورمون بود که به ضرب گلوله از پای درآمد. اعلام این خبر جو بسیار بدی بر علیه این بازیگر به روی اینترنت به راه انداخت و دامنه آن به تهدید و ارعاب عوامل سازنده و سایر دستاندرکاران نیز کشیده شد، تا جایی که لیلا عطادی به طور رسمی خبر حضور در این فیلم را تکذیب کرد. اگرچه که روابط عمومی فیلم پایان نامه فقط بازی عطادی در نقش ندا آقا سلطان را رد کرد و اعلام کرد حضور این بازیگر در این فیلم هیچ ربطی به ندا آقا سلطان ندارد. لیلا عطادی که از جمله بازیگرانی است که بیشتر حاشیه دارد تا عمل و به نظر می‌رسد که شیوه بازیگران هالیوودی را برای خود در نظر گرفته، این بار مورد آماج حمله کاربران فیسبوک، توییتر، ویکتوریا و سایر شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت و اعلام کرد که به دلیل شکستگی پا 2 ماه است که در هیچ پروژه حضور نداشته است. در این میان ناگهان خبرگزاری رادیکال فارس هم وارد عمل شد و دلیل این جنجال را ترس آمران و عاملان فتنه از برملا شدن عوامل اصلی مرگ ندا آقا سلطان یاد کرد. جنجال این فیلم و تهدید بازیگران و عوامل سازنده به ویژه لیلا عطادی تا جایی پیش رفت که وبسایت وی مورد حمله اپوزیسیون داخلی و حامیان جنبش سبز مردمی قرار گرفت و تصاویر زنده یاد ندا آقا سلطان به روی آن قرار گرفت. این واکنش‌ها همچنان ادامه دارد، اما هیچ گونه اخبار موثقی از منابع رسمی در مورد فیلم تازه حامد کلاهداری و سمت و سوی داستان آن منتشر نشده است. بله، همونطور که ملاحظه فرمودید در خبرها به عرضتون رسوندم، این مسئله فیلم پایان نامه و لیلا عطادی یکی از اون خبرهایی بود که به شدت هفته گذشته کشور را تحت تاثیر خودش قرار داده بود و دیگه در صدر خبرگزاری‌های رسمی یا نیمه رسمی ایران هم قرار گرفته بود. اون چیزی که خیلی ها اعتقاد دارن که بهتر بود الان بهش دامن زده نشه و بیش از این دل مادر و خانواده خانم ندا آقا سلطان جریحه دار نشه و آسیبی به این خانواده رسیده نشه. بر تقدیر هر دو طرف دارن به نوعی میندازن گردن همدیگه، چه طرفداران جنبش سبز و چه طرفداران بر تقدیر آقای احمدی نژاد در انتخابات. این مسئله و این قائله رو ختمش نمی‌کنن و همینطوری پاس میدن به همدیگه، توپو میندازن تو زمین اون یکی. حالا باید دید که سرانجامش به کجا میرسه. ولی این نکته خدمتتون عرض کنم که هنوز اصلا به هیچ عنوان از موضوع این فیلم به شکل رسمی در هیچ جا یاد نشده. فقط بر سر زبان‌ها افتاد که لیلا عطادی میخواد نقش ندا آقا سلطان رو بازی کنه و بس، در کنار حالا بازیگران دیگه که تقریبا یکی پس از دیگری دارن به جهت اتفاقاتی که افتاده صحنه رو ترک میکنن و انصراف میدن از بازی در این فیلم. حامد کلاهداری شکلات داغ رو در سال 88 به عنوان کارگردان و
نویسنده کار کرده و الان میشه گفت به نوعی این دومین اثر بلندش هست که معلوم نیست به کجا کشیده شه. اما هموطنان ما در فیسبوک به هر حال فعالیت زیادی رو از خودشون نشون دادن و بلا فاصله ظرف یه کوتاه مدتی شروع کردن خانم اوتادی رو و صفحه اون رو در فیسبوک مورد حملات خودشون قرار دادن. همونطور که دارید ملاحظه می‌فرمایید صفحات مختلفی روی فیسبوک راه افتاد بر علیه ایشون و بلا فاصله خب شدت عمل پیدا کرد. بیش از یک صفحه تقریبا در فیسبوک بر علیه خانم لیلا اوتادی راه افتاد. حالا این وسط به نفع چه کسی هست این مسائل و به کجا ختم خواهد شد خدا میدونه، ولی اون رو نباید فراموش کنیم که در تقدیر تبلیغات به یک نوعی میشه گفتش که نه تنها بر علیه خانم اوتادی تمام نخواهد شد که بر علیه ایشون خواهد بود، چرا که با یک جمله ساده‌ای که من پام شکسته و اصلا در هیچ پروژه‌ای نمیتونم شرکت کنم، ضمن اینکه خب از این مسئله اومدم بیرون، ضمن اینکه یک عده کثیری به حمایت از ایشون بلند شدن و عده دیگه‌ای هم معتقد بودن که خیر ایشون باید خیلی اتفاقات بدتر از این بیافته. به وبسایتشون حمله کردن. همین الان اصلا وبسایت ایشون کار نمیکنه، همونطور که خدمتتون توضیح دادم، و فیلمسازان زیادی هم اومدن و سعی کردن که با حالت سیاستمدارانه وسط رو بگیرن، چرا که هم اعتقاد داشتن تا زمانی که اصلا فیلمی ساخته نشده و صرفا در حد شایعه است نباید به این شایعات دامن زد. و حالا یک بازیگری رو زیر سوال برد که خانم لیلا اوتادی بازیگر درجه یک سینمای ما نیستن، ایشون بیشتر بازیگر تلویزیونی هستن و بر تقدیر با این اتفاقاتی که داره میافته به نظر میاد که برای ایشون حداقل عدو سبب خیره، چرا که بیش از پیش سر زبان ها میافتن. همونطور که عرض کردم اصولا علاقه این بازیگر زیبای تلویزیون و سینما ایران به شیوه تبلیغاتی هالیوودی است، یعنی دوست داره یک اخباری رو منتشر کنه که بر سر زبان ها بیافته. یه تبریکی هم دارم برای کارگردان‌ها و بازیگرا و فیلمسازای بسیار خوبمون که به انتخاب 130 منتقد و نویسنده سینمایی و به مناسبت 100مین نشریه ماهنامه صنعت سینما انتخاب شده بودن. همونطور که ملاحظه فرمودید بهترین فیلم درباره الی شد، بهترین بازیگر نقش اول مرد رضا کیانیان شد و بهترین بازیگر نقش اول زرد ترانه علی دوستی و امیدواریم که بر تقدیر این روند ادامه پیدا کنه، اگرچه که معلوم نیست واقعا نحوه انتخاب به چه گونه بوده، چرا که نام‌های زیادی و نام‌های بزرگی رو به خصوص در بخش بازیگران و به خصوص در بخش بازیگران زن شما نمی‌بینید، در حالی که بازیگرایی می‌بینید که به عنوان بازیگر برتر 1/10 انتخاب کردنشون یه مقداری جای سوال داره، چرا که به واقع شاید بازیگری رو که انتخاب کردن و اسمش هست تو این 10 ساله 3 تا دونه فیلم سینمایی نداشته باشه در کارنامه خودش یا حتی نقشای اصلی، ولی خب در این لیست جای گرفته. عرض میکنم انتخابش مسلماً مسائلی درش بوده و اصلا نمیخوام وارد مسائل سیاسی بشم، نه، ولی خب شرایط و فضای رأیگیری خیلی باید بازتر از این حرفا باشه، ولی در همین حد هم جای شکرش باقی است و کاشی بعض هیچی. بر تقدیر خیلی متشکرم از اینکه نظارگر برنامه بودید. فیسبوک رو فراموش نکنید، کلوز آپ ایرانیان سینما، به روی صفحه فیسبوک در خدمتتون هستیم. پیشنهاد، انتقاد یا حتی اگر خبر و مقاله و عکسی دارید برای ما بفرستید با ذکر منبع خبر. ما هم اگر تمایل داشته باشید منبع شما حتی اگر عکاس خودتون باشید وقتی نشون میدیم عکس‌ها رو اسمتون رو حتما قید می‌کنید، در غیر این صورت بفرمایید که اسمتون نامی ازش برده نشه. ضمن اینکه برنامه رو به روی فیسبوک کافیه بزنید تلویزیون اندیشه، یوتیوب تلویزیون اندیشه تیوی یا علیرضا حکمت‌چهار تا هر هفته برنامه رو بتونید از اون طریق هم پیگیری کنید. سپاسگزارم تا هفته آینده و یکی دیگه از برنامه‌های کلوز آپ. روز و روزگار خوش، فریام بخوام.